هر اتفاقی که بیفته اتفاق بد نیست. یعنی میخوام بگم که یک جوری چالش. اینجا نگاه کن، توی اسپانیا، توی محل کاره، با آدما، با رئیست، با کسایی که در ارتباط بودی تو محیط کارت، اتفاقاتی که افتاد، هم از برخوردها، هم از سبک اصلا زندگی آدمای اینجا، سبک رفتارشون، صحبتشون، چه توی محیط کارت، چه توی مترو تو آدما رو میدیدی بعدت میومد از اینکه آقا چرا طرفدار اینجوری رفتار میکنه، چرا مدل اصلا خیابونا چرا اینجوری کثیفه، چرا مثلا شایسته اون چیزی که باید باشه نیست. همگی اینا، اون میزان حقوقی که اینجا دریافت میکنی، اینکه به اون چیزایی که دوست داری نمیرسی با این میزان حقوق، همگی اینا تو رو هول داد به سمتی که آقا تو اپلای بکنی برای یک کشور دیگه مثل سوئیس. به این فکر افتادی که اینجا جای موندن نیست. یعنی تمام اینا تو رو هول داد، تو رو به این سمت هدایت کرد که اینجا جای تو نیست دیگه و تو شایسته یه جای بهتر هستی، یه جایی که خوب باشه، حس تو رو برآورده بکنه و تو رفتی به اون سمت و خواستی با تمام وجودت خواستی که رو تو بی نهایت اپلای کردی و بالاخره شد. حالا ورودت به اونجا توی این مرحله قطعا با چالش و چالش همراهه، ساده نیست، اما قطعا اونم تو رو آماده میکنه برای یک چیز خیلی قشنگتر و بهتر. همین، فقط به این دید نگاهش بکن، به این دید که آقا این چالش ها، این سختی ها، این که با یه سری چالش های روبرو بشی که خب حالا اینجا چی کار بکنم، نمیدونم چه جوری با آدم ها ارتباط برقرار بکنم، آقا چطوری این اصلا کار جدیدی که به من الان داره محول میشه و توی این محیط جدید چجوری هندلش بکنم. و همه اینا چالشه، چالنجه، اینا داره تو رو آماده میکنه. از به این دید نگاهش بکن و آدم بدون چالش، بدون چالش واقعا زندگی اصلا معنا نداره. نگاه کن، مثل یک محیط کاری که تو هر روز میدونی کارت چی، میری اونجا میشینی و به قول من رفته حتی اگر تو فکر نمی کنم اینجور کاری که مثلا الان توی دنیای امروز وجود داشته باشه که چالش برانگیز نباشه و حقوق خوبی داشته باشه. کارهایی که حقوق خوب دارن چالش برانگیزن، چالش داره توشون، وگرنه کارهایی که خیلی عادی و خیلی به قول معروف حالا پیش پا افتاده میتونیم بگیم باشه، حقوق خوبی نداره. چون میگن آقا بالاخره هر آدم عادی میتونه انجامش بده. آدمایی که میرن دنبال کارهای چالش برانگیز، چالش دار، اونا طالب حقوق بیشترن، طالب رفاهیات بیشترن. خب قطعا اون چالش ها و چالش ها به جون میخورن و این زندگی رو بهش معنا میده و مطمئناً تو از پسش برمی‌گردی. قطعاً از پسش برمی‌گردی، پتانسیلش داری. اینا بدون هیچ گونه اغراقی دارن میگن، بدون هیچ گونه اغراقی تو از پسش برمی‌گردی، چون جنمشو داری، میدونی چی میگم، ارزشو داری. خودتو هیچ وقت دست کم نگیری، هیچ وقت. موفق